پدیده‌ای به نام صابون گلنار. قبل از این که بحث را انحرافی کنید، در خصوص این صابون برای شما خواهم گفت، چون خود ما در پاکستان اجرا داشتیم و از نزدیک مراحل ساخت این صابون اعجاب انگیز را از نزدیک دیدیم. صابون اعجاب انگیزی که تاریخ مردان ایران را به گونه دیگر رقم زد. این صابون الان سال هاست که از طرف مردان ایرانی به شدت مورد استفاده قرار می گیرد. یعنی از فرق سر تا نوک پا را فقط با این صابون بدون استفاده از لیف می شورند و با همان صابون از حمام بیرون می آیند. علت این که صابون را از حمام بیرون می آورند را کسی هنوز درک نکرده است. صابون همه کاری گلنار. گلنار کجایی که از غمت ناله می کند عاشق وفادار؟